ماشین ظرفشویی بوش داری و میخوای برنامه‌ای که انتخاب کردی رو کنسل کنی. چیکار باید بکنی؟ پس تا پایان ویدیو با من همراه باش. با درود فراوان دوستای عزیزم، خوش اومدین به این ویدیو برای ظرفشویی های بوش. احیانا پیش اومده که شما ماشین ظرفشویی روشن کردین، حالا یه برنامه رو انتخاب کردین و استارت زدین، یه دفعه خواستین این برنامه کنسل بشه، پشیمون شده یعنی که دستتون خورده شروع شده. برای کنسل کردنش یه راه حل خوبی وجود داره که شما این دکمه پاور رو جمع نوشته حدود 4 ثانیه نگرش میدارین. حدود 4 ثانیه نگرش میدارین، همه چراغا روشن میشه. به این صورت همه چراغا روشن شده. وای میسیم تا این چراغ خاموش بشه. در حال ریست شدن است. همون برنامه‌ای که انتخاب کردیم کنسل میشه، هم کلا دستگاه ریست میشه و به مرحله اولیه برمیگرده که شما دوباره میتونید برنامه انتخاب بکنید. همینطور صبر میکنیم تا چراغا خاموش بشه. خب خاموش شد. وقتی خاموش میشه اینجا زده 1 دقیقه. 1 دقیقه برای این هستش که چون ماشین شروع کرده بود یه برنامه انجام بده، اون آبی که اومده توی حالا داخل مجرای آبش برای شستشو اونو تخلیه کنه که آب نمونه. این 1 دقیقه هم تحمل میکنیم. خب الان دستگاه ریست شد. شما میتونید هر برنامه که خواستید دوباره انتخاب بکنید یا تعویض بکنید. پس این گزینه ریست 4 سکند برای ریست کردن هست و شما با نگه داشتن این دکمه به مدت 4 ثانیه میتونید هم دستگاهتون رو ریست کنید یا اینکه برنامه که انتخاب کردین رو کنسل کنید. ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که به کارتون بیاد. ممنونم. خدا نگهدار.